لجزیره روجاوای کردستان به آرمانجا ناساندن و بهفرجیانه تیمن فولکلوری ان هر سنتوین کرد عرب و آشوری فستیوالک کلپوری بدرشما ام همو بشکی تواهی خونه چند باجارو که نافچه ساز کرد. نحن جينا لنشارك طبعا انا ورفقاتي از هوالن خواج تیما اورنین هاتنه و دره دا کو فولکلور آشوری پیشان خلکه بدن صدما بجاربونا مجی اوا کو جو کرد و عربان را بدن خویا کرن کو فولکلور آشوری کفناره برفره دبو دمینه هر وها ام هاتنه فولکلور کرد و عربان جی بناسن دا کو ام ستاتوه که چه بکنو چالاکین خوا به هفره بکن. تیمن فولکلوری ان کرد عرب و آشوری بریا دیلان و گووندن خوا ین تایبت تکزیل سر رسنایتیا کل پورا خوا و گرینگیا به هفر جیانه کرن. ناوی مدربین رشید است. اندام کم رشید قرچو بود مامسته خود که کمی دادگرن. ام بناوی پارگین تبلیغ شایع بوده. و گوند بینن بیر شایع هاتن چیکرن. همی نتاو تلاجی دگرن چه کرد چه عرب چه سریانی. جبر جیانه که هر بر شلبی دم هر را در باز کن. آرمان جامعه جبر تشتی هم گوبند خوی فولکلوری رسن پیشکش بکرن گوبند می کوچری. ده سالن بری شر نفخوی سوریه ده زیده زحمت بو تیمن فولکلوری ان کرد و آشوری با آزادی چالاکی خواه بکن. لید سالن داوی ده فستیوال فولکلوری ان همو نتویان لجزیره روجاوای کردستان با آرمانجا جهف حسکرین و به هفر جیانه با آوای کی برفره تینا کرن. هدف منه هو تعزيز التماسك المجتمعي آرمانجا وی چالاکی قائم کرنا هفگرتنا جواکی و بهز کرنا جواکن کو هاتبون پشگوه کرنا اف چالاکی همو پیکاتین جواکا مل لخواد دگره بریا وی چالاکی همو تیمن پیکاتیان گووند و دیلانن خواد دکن و فولکلورا نتوین کرد آشوری عرب و سریانی لخواد دگره وقت تیما اورنینا یا فولکلورا آشوری و تیما پارگین آفولکلورا کردی و تیمات الحمیس و جزعه یا فولکلور عربی همویان به زمان خواست ترانگوتن دا کجواکی قایم بکن. لروج آوای کردستان زیده 16 تیم فولکلوری این همو نتویان بجداری فستیوالان دبن. هر وها 40 تیم زاروکان گو 732 زاروکان لخود گرن. درباره شانو، سترانو، دیلان فولکلوری بجداری فستیوال تایبت بخود بن. لولو خان روداو